سران حکومت‌ها، سروزیران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل طریق ویدیوکنفرانس برگزار گردید که در کار آن سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده اشتراک و سخنرانی نمود. در کار جلسه شورا مهمترین مسئله‌های فراگیر سمت‌های گوناگون همگرایی دولت‌های اعضای اتحاد از جمله امنیت، اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، علم و معارف، صنعت و کشاورزی، انرژتیکا، گمرک، اکولوژی، تندرستی و راه نقلیات مورد بررسی قرار داده شد. ضمن برگزاری جلسه تاکید گردید که در زمان پنهشوی بیماری سرایتی کووید 19 به راه ماندن فعالیت نیک کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل تا اندازه پیش راه پسشوی اقتصادیات در منطقه را گرفته برای معالجه و پیشگیری گسترش بیماری مذکور با استفاده از تجربه متخصصان کشورهای دوست چاره‌های مشخص عملی گشت. سروزیر مملکت قاهی رسولزاده ضمن برگزاری جلسه تاکید نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان با کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل همکاری نیک و دوستانه را به راه مانده است که فراگیر مهمترین پرینسیپ‌های دوستی و اعتماد و احترام جانب‌ها میباشد. کاری جلسه نوبتی شورای سران حکومت‌ها، سروزیران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل با قبول قرارها که به رشد همگرایی کشورهای عضو اتحاد زمینه می‌گذارد به انجام رسید.